همه رو بهت میدم، میری توی بیابون گاز میدی، یه دونه بیگ مک میذارم برات، یک کوکاکولا دفتر برات میذارم، یه نمایندگی اپل، تحریماتت هم برمی‌دارم، تو یوتیوب هم مستقیم به کشورت پول میدم، ولش کن. بده ببینم چقدر نفت داری، بده ببینم چقدر زغال مغال داری، آهن ماهن چی داری، اورمور چه خبر، بده ببینم. یه موقع یه چیزی هم شد من جای تو پایگام داشته باشم، بتونم کار درم، دوباره بازی کن تو خیابون مثل عربا. فکر کرده ما عربیم، فکر کرده ما عرب عربستان هستیم که اگه مکه رو نداشت که پول مفت بخوره، پول مفت مردم رو بخوره در دنیا. ببین پول اون مکه رو خورده، این همه زائر رو تیغ زده، این همه پول نفتشو داده، از آمریکا سرویس گرفته، فیلمشو پخش کردم، برید ببینید چیه کعبه، برید ببینید اون مکه چیه، ببینید چه شهریه. این همین پولی که از این مکه گیرش اومده، مدینه النبی و غیره و از این شهر به اون شهر رو برم بازار خرید کنم، میزنه دیگه. گرفته دورش هم سیخ کشیده اینجوری، میگه بیاد جیبتون رو بزنم. کارش تمام این کشورهای عربی، تمام این برادرانشو اینا رو آورد جیبشون رو زد، ولشون کرد که بمب بزنن تو سرشون. خودش هم درگیر اینه که جووناش ماشین آمریکایی شاسی بلند سوار بشن، توی بیابون گاز بدن، برن رو شن فیلم بگیرن، عقاب بزنن دستشون یا با دست برنجو بخورن. اینم های تک کانتری. اصلا خود ذاتشون اینه. با شورت و اینا، شورت هم ندارن، تکنولوژیاست شورت براشون. بشینه یارو با لا انگشتی و اهلا و سهلا حبیبی. فکر کرده آمریکا که اگر اومده اینجا داره با ما صحبت میکنه، کشوری که خود ساخته ترین بین تمام کشورهای این خاورمیانه است، کشوری که مجبورش کردن اصلا خودسازی. اگر کسی بگه ایران چیزی داره، از غربی دروغه دیگه. غربی چیزی به ما نمیدن. ایران اگر صنعت نظامی داره، صنعت هوایی داره، صنعت دریایی داره، پزشکی داره، بیمارستان داره، تخت داره، اتاق جراحی داره. ایران اگر قدرتی داره در منطقه، صنعتی داره، خودش داره، از خودش داره. اونا دیگه چیزی به ایران نمیدن. این میخواد یه کشور خودساخته رو خواجه بکنه، ببره توی دربار بین زناش بگه برقص. این کاری که ترامپ با ما بکنه. اسم این کارو که با تمام این حاشیه خلیج فارس کرده، دوستان بیبالزی مثل کویت و غیره و اینا، به اسم این میگه های تک. و فکر کرده ما ایرانی‌ها، تمدن ما ایرانی‌ها، کسانی که از نسل نادر هستن، کسانی که خودتون افتخار میکنید به کوروش، خودتون افتخار میکنید به آریو برزن و خواهرش، خودتون هم بلدید کیه، فقط میدونید کوروش. اگر بدونید کوروش دومه، ان شاءالله کمینا رو هم میدونن، ما قضاوت نکنیم کسی، خودتون به ایران افتخار میکنید. آریو برزن اگر نماد ماه، اون کسی بود که پشت دروازه‌های ایران با این دشمن‌ها جنگید. این باید متوجه بشید که این حرف که تو نیاز نداری اصلا به سیستم هسته‌ای، در صورتی که ایران تعهد میده، کتباً شفاهاً میگه آقا باشه قبول، تو میگی من ترس دارم، من انجام نمیدم دیگه. میگه نه، یعنی نگوشیشن، یعنی دو طرف برن از مواضعشون عقب. این چه جوریه؟ ایران گفت باشه، این اینجوری کرد. سیدعلی خامنه‌ای امروز اینجوری کرد. بیا اینجا اونجا نیست و من به این افتخار میکنم.